کوکمون دو سول دو هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. در حقیقت سی بمول، می بمول و لا کرون داریم. میگیم فا سی لا سول سول دو سیل، راست چپ تکریز، سول اشاره به لا میده، فال سول فال تکریز اشاره به لا میده، میشینیم رو سول، تکرار میشه. بعد میگیم سیل، انگشت اول میره رو سی، سی دور، دو انگشت اول دوم ریز میده به می بمول. رد دوس را کرون هستن. رد دوس دو یک دو یک میایم عقب. سیر دوس سیل، دو به سی و سی به لا اشاره داره، دو یک دو یک میایم عقب. لا سکوت، دفعه دوم لا رو میزنیم. بعد میگیم دو دو سی سی فا سول سی سی لا سول، دو دو سی سی فا سول سی سی لا سول. و دوباره از ابتدا تکرار میکنیم چون البته داکاپو انتها هست.